хуб салом ба тамоми бинандагони наворҳои мо ва наворҳои подписчикои далери эмомалӣ. Хуб ду рӯз пештар далери эмомалӣ дар саҳифаи фейсбукиаш эълон кард ки аз радиои ватан аз кор рафтааст ва хелаҳо савол додан, дар саҳифашам савол додан, дар саҳифашам мутаассифона ҷавоб надод, фақат ба нокуҷо гуфт. ва хушбахтона ҳоло дар сари роҳ далери дидам, аз дирӯз чанде аз дӯстонам мехостанд ки бидонанд ки далери эмомалӣ чаро рафт ва барои чӣ рафт. Хуб, ҳоло мепурсем ки далери эмомалӣ барои чӣ аз кори радиои ватан рафт. Хуб биё. خب اول از همه من میخوام بگم جهانی سپاس به نفرایی که دوام بیش از 4 سال باشون همکار بودم در رادیو وطن. جدی میگم همون جوابی که من در فیسبوک کوتاه نوشتم نمیدونم کسی چرا باور ندارد. یک نفری هستم که در جای از 3 4 5 سال زیاد کار کردن نمیتوانم، چون جای کار، شرایط، آدم ها با هم محبتشون، ترتیب کاری همه برام تکرار میشد و خودم یک ربات احساس میکنم. همون لحظه‌ای که در هر کارخانه من خودم ربات احساس کردم، از همونجا میبرم میرم ملکه. میخوام در زندگیم یک تغییرات دیگرگونی شد. به همین مقصد اولی سال 2022 تصمیم گرفتم و برای راهبریت و دیگر کارمندای رادیو وطن غیر انتظار بود، هم تو عریضه نوشتم و من از کار میرم. گفتم بسیار خواهش، پافشاری، زاره و حتی گفتن که نرو. خب دیگه لازم گفتم که نمیرم. خب ببین وقتی که ما خودت از کار میریم مردم فکر میکنن که شاید خب یکم قدر راست بگو. وقتی ما خودت از کار میریم مردم فکر میکنن که شاید با فشار کدام نهاد شاید خب کارخانه تا فشار میارن، میگن فلانی کار نگی یا فلانی از کار برو. من نمیدونم، بسیاری همین سوال در خودم در صفحه شخصی نوشتن، حتی در کامنت ها. تا امروز تا همین لحظه‌ای که صحبت میکنیم برادر ما دیرکتوری برنامه ها و بعداً دیرکتوری کل رادیو وطن سبحان جلیلوف یک کم گاه میگفت که دلیر یعنی زیاد میری، سخت میگوی، یک کم آرامتر باش، یک موضوعی را که پیگیری میکنی یک روز دو روز انتظار شو، شاید یک کم سبک میشه، کم وزن‌تر میشه، بعد میمونه. خلاصا این مسئولیت ها را میداد، ولی هیچ وقت نگفت است که کسی فشار آورد، کسی نمیدونم تقاضا کرد، طلب کرد که دلیر در کار بگیری نگیری. هیچ وقت در این موضوع صحبت نکرده است. خوب دلیر، ولی ببین دلیر ولی عین حال جای کار نداره و نمیشه که مثلا مدت 20 یک جای کار معین شه بعد بره. من فکر میکنم که خیانت میشه با جای کارم. یک نفری که با جای کار اولش درست میکنه بعد از جای کارش میرد، این خیانت است. شاید مثلا یک جای خوبتر میشه، سومی خوبتر میشه، چی خیانت میشه؟ زندگی خوبتر. نه یک وقتی که یک جای کاری نو یافتی باید یک مدتی دیگر در اون جای کاری کهنت بیستی، کسی را به جای خود تربیت کنی که کار راهبری تبوی که بعد 10 روز 15 روز من میرم که اونو تصمیمشون بگیرن. ولی این که اگر من همیشه یک جای کار میافتم و همین روز عرضه مینوشتم میرفتم، این واقعا خیانت بود. ولی این که من به هیچ کجا نرفتم، همین روز برآمدم رفتم، خیانت نیست. این حال یگون کس دعوت کرد یگون جای کار یا که تو امروز یگون جو دعوت؟ نه یگون دعوت جدی نیست. کوتاه نیت داره که مثلا هم فیسبوک فقط یعنی این یوتیوب سخت‌تر بگیری یا که با یگون جو کار کردن هم نیت هست البته. نه اولتر از همه قدم‌های جدی در یوتیوب میمونیم برای سال 2021 تصمیم دیگه داریم. صحبت سر راهی که گفتم سر راه مرا قبلی نه برادر دیگه ما اینا در کادر میدارن. برادر اهل فاهمه. سلام علیکم. سلامت خوب، کار خوب. من دلیر بیا خاک توش کنیم. خب کوتاه میگم که سال 2022 را برای خودم سال تئاتر و کینو اعلام کرده بودم. میخوام گروه تئاتری نگاهی نامه روش بیام و در سمت فیلم‌های مستند یکم مستحکم تر شم، برای که دو سال اخیر با ژورنالیستیک رفتم دیگه این سمت از یادم برآمد. زنده باشی، سلامت باشی.